آتی که ما را از آخرت دور بکنه، عقب بندازه. همچی پست و مقامی نمیخوایم، همچی مالی نمیخوایم، همچی و نمیخوایم. علما میگن که اگر خدا یک بار دیگه به هر انسانی که مرده اجازه بده که زمین شکافته بشه، بگه 5 دقیقه سرت بیا بالا، یک نصیحت برای زندگان بکن. هر مرده‌ای که تو قبرستان دفن شده، اگر خداوند به یک مرده اجازه بده، نه که 5 دقیقه، 10 ثانیه قبر باز بشه، روح بهش بر بگرده، بیا بالا سرت، یه جمله نصیحت بکن برای زندگان که هنوز نمردن. علما میگن اون جملهش اینه: تزودوا فان خیر الزاد التقوی. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. اگه اشتباه نکنم جنید بغدادی بود، اون عارف بزرگ، به خواب یکی از شاگرداش میاد، میگه جناب شیخ اونجا چطوره؟ حالت چطوره؟ بعد به شاگردش اگه اشتباه نکنم میگه که هیچ چیزی به دردمون نخورد، نه این که مردم ما را میبوسیدن، پیشانی ما میستن، خم میشدن، دست ما را میبوسیدن، نه شهرتمون، هیچی به دردمون نخورد، مگر همون 2 رکعتی که تو در دل تاریکی شب میخوندیم و سجده میکردیم، میگفتیم سبحان ربی الاعلی و بحمده، دور از چشم مردم. اینا هیچ کدوم به درد آدم نمیخوره. این همه عکس گرفتن و خم شدن و دست بوسیدن و پیشونی بوسیدن و تعریف و تمجید و عمر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت صدا بزنن همه بهشتی ان، یک نفر به بهشت نمیره. عمر فکر میکنه اون یکی عمره. از خودشون راضی نبودن. و ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند اگر روز قیامت یک پام تو بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امنت مکر الله، بازم در امان نیستم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی انا، مگر اینکه رحمت خدا شامل حال من بشه. دیگه من و تو چه کاره هستیم؟ دلمون خوشه که مردم با ما عکس بگیرن. جناب شیخ یه عکسی. خدا به ما توفیق بده که بتونیم شکر این همه محبت ها و نگاه های خوب و پاسخ بدیم، منحرف نشیم، خودخواه و مغرور نشیم. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم کسی دست عالم ببوسه خم بشه. ما در اسلام لباس شهرت نداریم. از اونجا که وارد شد مشخص از شکل و شمایل و لباسش که این عالم مشهوریه. پیامبر صلی الله علیه و سلم همون لباسی که برده ها میپوشید. پیامبر وقتی بین صحابه مینشست، بین اهل صفه مینشست، فقرای صحابه، اگر کسی پیامبر رو ندیده بود و از اوصافش تشخیص نداده بود، سوال میکرد کدوم یکی محمده صلی الله علیه و سلم. امروز دیگه یک کبکبه و دبدبه و عبایی و ماشویی و از دور ایشون جناب شیخن، همه خم میشن دستشو میبوسن. احترام جای خودش، اما تقدسگرایی نداریم. تقدسگرایی در دین و مذهب سبب استبداد دینی و مذهبی میشود. احترام جای خودش، اما مبالغه نه. تقدسگرایی بیش از حد، جدا از احترام، سبب استبداد دینی و مذهبی می شود. داریم میبینیم تو کل دنیا چطوری شیخ‌ها و ملاها مردم اسیر خودشون کردن. چیزم یاد مردم نمیدن.
خانم یکی از همین ملاهای بزرگی که کل ملاهای منطقه عصر جمعه می آمدن پیشش کسب اجازه می کردن، بعد از این که دیگه ملا طلاقش داده بود گفته بود که من وقتی چای می بردم پشت در می گذاشتم برای این ملاها، شنیدم که یک بار گفتن چیزی یاد مردم ندید تا مردم همیشه چه محتاج شما باشن و اسیر شما باشن. چیزی یاد مردم ندید که مردم خودکفا نشن. بعد یکی از ملاها گفت حتی چیزی یاد زنتون هم ندید که زبانش دراز میشه، دیگه رو حرکات ملا ایراد میگیره. ولی امروز یک بازاری میاد اینجا پیش نماز میشه، سبحان الله، 5 از قرآن حفظه. خدا رحمت بکنه شیخ زیایی رحمت الله علیه، منطقه رو سیراب کرد، هر چی بود یاد مردم داد. 5-6 هزار طلبه که اکثرشون لیسانسه هستن، فوق لیسانس تو منطقه هست، چقدر حفاظ قرآن. چیزی یاد مردم ندید تا مردم همیشه محتاج شما باشن. اما نهم توبه نصوح. یکی دیگه مونده، توبه نصوح. توبه نصوح چه توبه است؟ توبه‌ای که 5 تا شرط داشته باشه. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. خدا میگه دست جمعی با هم توبه بکنید. بعضی توبه ها متفاوته. توبه یک جوانی که به انحراف کشیده شده، شرابی خورده، توبه خودشه، مشکل دیگه رو خودش اصلاح میشه. اما توبه استاندار، توبه حاکم، توبه فرماندار، توبه پدر، توبه معلم، بزرگ، رهبر. بزرگ وقتی اشتباه میکنه، کسی که مسئول جامعه است، توبهش اصلاح جامعه است، یک توبه نیست. بعضی توبه ها حیات و مرگ و نابودی یک جامعه بهش مرتبطه. اونهایی که بزرگ جامعه هستن اگه اشتباه بکنن جامعه نابود میشه.